اکنون در این درس مثال خود درباره ایفاده‌های راسیونالی و ایراسیونالی کار میکنیم. در اینجا ایفاده‌ها رو ساده باید کنیم. بیاین از اول سر کنیم. چطوری که می‌بینید در درون قوس جای عددها با یعنی ایفاده‌ها یا اینکه نامعلوم‌ها با کوئفیسیانت‌ها داشته است. یعنی با عددها چطوری کار میکنیم در اینجا هم خیلی است، فقط علاوه همین حرف‌ها رو باید داخل کنیم. مثلا در درون یکم قوس چی میشود؟ جمع این دو عدد رو باید یابیم. چی میشود این؟ 2 جمع 6 2 جمع 4 6 میشود. 32 جمع 68 میدونیم که ما با چی برابر میشد؟ با 100 برابر میشد. یعنی جوابی این در این قوس هم با 7 برابر است. جمع هر دوی این چی باشد؟ یعنی 7 کا در اینجا باشد. یعنی قسم بودتون رو جمع کنیم این 7 میشود. 24 جمع 76 این ما میدونیم چه میشد؟ با 100 برابر میشد. یعنی یک زیاد میشد. جواب ما 8 میشود. اینجا 8 کا میشود. و در آخر ما باید هر دو این ایفاده رو باید طرح کنیم. 7 کا مینوس 8 کا این برابر میشود با مینوس کا. جواب ما 2 میشود. مثال 55 در اینجا ما باید قوس رو چه باید کشونیم هم رو دانیم. بیاین یک با یک کار کنیم. چی میشود؟ یکم این رو به این ضرب میکنم. 3 یعنی 3 کوادرات میشود. بعد 3 رو با 3 ضرب میکنیم که مینوس 3 میشود. بعد مینوس 4 3 بعد مینوس 4 با مینوس 3 ضرب میکنیم جمع 12. 2 الیمنت رو ضرب کنیم پلس میشود. بعد دومی ایفاده چی است؟ مینوس 3 کوادرات میشود جمع 7 3 میشود. اکنون در اینجا میبینیم ساده میشوند، یعنی بعضیش اختصار میشوند. 3 کوادرات های اختصار میشوند و مینوس 3 مینوس 4 3 مینوس 7 3 با این 7 3 اختصار میشود و در آخر فقط 12 میماند. جواب ما 12 است. مثال نوبتی این نمودی مثال از الگبر صنفی 8 است. ما یک چند درس درباره این ایفاده‌های چه ساده باید کنیم در اونجا فهموندگی هم. در اینجا بیاین چیکار میکنیم؟ در اینجا باید دقت کنیم که کسر داشته باید جمع طرح کنیم. برای جمع طرح کسر ما باید مخرج ها هم وقت برابر کنیم. لیکن میبینیم مخرج ها فرقی هستند. چه مخرج میتیم؟ باید دقت کنیم که درس رو میکنیم. a کوادرات مینوس b کوادرات ما چه نوشته میتونیم؟ این در اصل a جمع b a مینوس b است. و برای ایفاده یکم ما a مینوس b رو میدیم. برای ایفاده دوم a جمع b رو میدیم. برای ایفاده سوم مخرج عمومی 1 میتیم. یعنی a کوادرات مینوس b کوادرات این دو ضرب شونده الکی دارد و کار میکنیم. چی میشود؟ 7a a مینوس b مینوس 7b a جمع b جمع 14 ab و در مخرج کلم چی میماند؟ a کوادرات مینوس b کوادرات a کوادرات مینوس b کوادرات میماند. بیاین اکنون قوس رو کشیم. چی میشود؟ قوس رو اگر کشیم 7a کوادرات مینوس 7ab مینوس 7ab مینوس 7b کوادرات و این میشه جمع 14ab و در پایان a کوادرات مینوس b کوادرات میماند. و اگر این رو کار کنیم اختصار کنیم اول یا کنیم مینوس 7ab مینوس 14ab اینجا پلس 14ab داریم. هر سه اینا اختصار میشه. و در اینجا 7a کوادرات مینوس 7b کوادرات ما اون رو اگر 7 رو از قوس بیرون گیریم a کوادرات مینوس b کوادرات نوشته میتونیم و در پایان a کوادرات مینوس b کوادرات داریم. و از اینجا هر دو اینها اختصار میشوند و در آخر فقط یک جواب 7 میمونه. جواب b است. ایفاده رو ساده کنین. نیوکنین 3 ایفاده داریم. بینشون ضرب است. یعنی مخرج عمومیش دادن شرط نیست. فقط در درون قوس ما باید دو کسر رو یک جای کنیم. برای بینشون که مینوسه مخرج عمومی باید دیم. یعنی با یکمش ما باید m جمع m دیم. برای دومش n. بیاین از نام نویسیم. ایفاده یکم این m جمع n تقسیم m است. ضرب ایفاده دوم این m با قوس نویسم. m جمع n مینوس n m ضرب بینشون که است و در اینجا ما m جمع n نویسیم ضرب n تقسیم m. البته که این رو ما از ساده میکردم آسان‌تر میشد. بیاین خود همین رو ساده کنم اول. چی میشد اگر قوس رو بشم؟ m کوادرات جمع m n مینوس n m تقسیم n m جمع n
از اینجا که میبینیم هر دو این ifade دیگر اختصار میکنم، فقط m کوادرات تقسیم n ضرب m جمع میمونه و بیاین اکنون از نام نوشتن یک معنی دارد که من اختصار میکنم. بیان کنم بینشون ضرب است. در نخواهم زمان یک جای کردم، این چی میشد؟ m کوادرات تقسیم n m جمع n ضرب n تقسیم m. اکنون بینشون ضرب که است، ما اختصار کرده میتونیم ifade های یک فعل رو ببینیم. m جمع m با m جمع n ifade های اختصار میشوند. n با n اختصار میشه. در پایان دو تا m دارم، در پایان همشون اختصار میشه و در آخر چی میمونه؟ جواب ما یک میمونه.